با وجود آنکه در زمان موج دوم بیماری کرونا سر و صدا درباره فوتیدگان از این بیماری زیاد به نشر می رسید، مسئولین یکی از کلانترین قبرستان‌های پایتخت سری آسیا میگوید در یک روز تنها یک یا بعضی روز 2 نفر را دفن میکنند. سردار آرامگاه مذکور میگوید در زمان موج دوم کرونا هم طلبات مردم مثل 10-15 سال پیش است و در این دوره کسی را با نشانه های کرونا دفن نکردند. رنگ هر وقت چخیلی که مثال 10 سال پیش بود، 15 سال پیش بود، همه یک خیلی رفته است. از بس که مثال قبرستانی ما قبرستانی مرکزی شهر میباشد، مثال رنگ هر خیال میبرم. قبرستان آرامگاه شهری که هست اینجا مثال یک بعضا میشه که یک تا قبر هست، بعضا میشه نیست، بعضا میشه 2 تا 3 تا 4 تا میشه شهر کلان شده که مثال این سبب دیگه این کسالو بیان این کسالو ما یادم تا خیلی باید کردیم. اما یکی از قبرکن‌های آرامگاه نادر ولیف که طول 2 سال می شود در این آرامگاه فعالیت می کند میگوید روزی می شود که حتی تا 4 قبر می کنند و حتی قبرها را پیشکی هم کنده می مانند. همه رفته است اوزی همه رفته است. گو هست گو نیست موجود است که 15 تا 10 تا 15 تا میکنیم هست همه هست همه رفته است. قبر پیشکی کنده تیار کردمونه. قبر میکنیم تیار میکنیم میمونیم. باید باشد ما در مراجعت کردگان که باید ما قبرای کنده تیار کرده مانیم که همخری وقتای مشکل ده ما آدمایی که فرزندشون یا که پدرشون یا که مادرشون میگذارن و یا ما وای نکنیم و مقصد تز میتاشون باید گور کنیم. سال قبل بعضی از ساکنان شهر دوشنبه با نشر نوار در اینترنت از سلافان پیچ شدن چند قبر نو در آرامگاه پایتخت نگرانی کرده بودند. آنها میگفتند این مزار قربانیان کووید 19 است، ولی مقامات این ادعا را رد میکرد و میگفت آن تنها با هدف محافظت گورها از باد و باران است. این سخنان را بهادر سفرов هم ذکر کرد، ولی گفت این چیز 20-30 سال پیش هم وجود داشت. نه مدونه بود این چیز. نه عموما یه همش گپوی مثال وای بود. مثال بود چه سالافان. مثال بعضن آدما میبیارن بهار میشه، بهار، فصل بهار یا تیرامو. سالافان آوردن روی قبر داشتن، روی قبر دا ابولو. که همین قبر نچوکا گفته. همینا مردم با دیگر معنی فکر کرد که مثال سالافان آوردن. همین چیزا سالی 20 سال پیش هم بود، 30 سال پیش هم بود که مردم سالافان میوردن که همون منزلشون نچوکا نرود درونده. ربی زاده صاحب قیاس از ریاست آرامگاه های شهر دوشنبه میگوید در پایتخت همگی 5 قبرستان قانونی عمل میکند و در یک ماه در همه آنها همگی 25-30 نفر به خاک سپرده می شود، ولی طور به نظر می رسد شماره فوتیدگان در روزهای آخر به مراتب زیادتر است. با حساب میوند در همین حدود آرامگاه شهر دوشنبه تخمینا بگیریم هر یک آرامگاه در 20 تا 25 نفر به خاک میسپارند. در هر یکی از آرامگاه‌ها. همه آرامگاه‌ها 5 رای استاد 5 آرامگاه. در یک ماه. در یک ماه ولی 20-25 تا 30 نفر خاک نمیسپارند. طبق اطلاع رسمی در 6 ماه سال 2021 در 5 قبرستان قانونی شهر دوشنبه همگی 302 نفر گرانیده شده است. امام علی سعیدزاد مذهب جمعه بحرالدین دولتov، آسیا پلوس.